برداشت اول. اوکی. خب سلام. امروز میخوام در مورد اینکه چجوری بتونیم لغات رو تو انگلیسی حفظ بکنیم و یادمون نره صحبت کنیم. اولین مورد اینه که شما باید لغت رو سعی کنید معنیش رو یه جوری با حافظه خودت، با چیزی که از قبل بلدید متصل کنید. مثلا appreciate به معنی تشکر کردن. پس شما مثلا وقتی میخواید این کلمه رو یاد بگیرید، میاد تو ذهنتون تصور میکنید یه نفر مثلا یه لطفی در حق شما کرده، شما میگید I appreciate it، من تشکر میکنم. یا مثلا ایمیل دارید مینویسید، خب آخر ایمیل میخواید از طرف تشکر کنید و مینویسید I appreciate. اوکی؟ پس شما خیلی مهمه که اون کلمه ای رو که یاد گرفتید، تلفظش، معنیش و دیکتش رو یاد گرفتید، وصلش کنید به چیزی که از قبل بلد بودید و کاربرد اون رو برای خودتون تو ذهنتون حک کنید. یه چیز دیگه هم خیلی مهمه، این که شما بیایید با اون کلمه جمله سازی کنید. جمله سازی به شما کمک میکنه که کلمه رو به حافظه خودتون وصل کنید و سپیکینگ خودتون رو ارتقا بدید، به این صورت که شما کلمه جدید رو یاد گرفتید و با کلمه جدید جمله ساختید و وقتی که میخواید معنی یا اونو یادتون بیاد، جمله رو ذهنتون میاد، معنی کلمه و اون حالتهایی که اون کلمه داره و میتونه صفت باشه، میتونه فعل باشه، میتونه اسم باشه، اونو به ذهن شما میاد و همینطور دیکته. مسئله بعدی، سومین چیزی که مهمه برای یادگیری کلمه، اینه که شما مرور کنید، ریویو. چطوری؟ شما مثلا کلمه رو میخونید، بعد امروز کلمه میخونید، فردا دوباره یه نگاه بهش میندازید، هفته بعد یه نگاه بهش میندازید، باش جمله میسازید و این اقدام میذارید برای مثلا 2 هفته بعد، 3 هفته بعد دوباره باش معنیشو نگاه میکنید. اگر یادتون رفته بود، معنیشو دوباره برای خودتون مرور میکنید، جمله میسازید و مینویسید. اینجوری شما میتونید کلمه ها رو تو ذهن خودتون ثبت کنید. یادتون باشه برای اینکه کلمه رو پرونانسیشن، تلفظش رو بتونید خوب یاد بگیرید، کلمه رو بلند چند مرتبه بهتون بگید، اینجوری میره تو زمین ناخودآگاه و تلفظش رو بهتر یاد میگیرید. مرسی.